در آخر التحیات خواندن بعضی کسایی را میبینیم که مقصد از اون جمله خودم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اینا میخونیم. اکثریت مردم خودمون اللهم اغفر لی کدامش افضل تر است؟ هر دوشم اجازت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ثم لیتخیر من الادعیه ما شاء گفتند، سپس از دعاها کدام دعا را خواهد انتخاب کند. ولی دعای اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من شر فتنه مسیح الدجال، بعضی علما گفتنش واجب است، یعنی حتمی هست. این هم گوید. بعد اللهم اغفر لی هم گوید میشد. ربنا آتنا، نص قرآن است، سوره بقره. اللهم اغفر لی یک قسمتش در سوره نوح آمدگی است. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. در اینجا در حق خودش، در حق پدرش و مادرش و در حق کسانی که به خانه‌اش در حالت مسلمانی وارد شده است و در حق عموم مؤمن ها و مؤمن زن ها دعا میکنند. یعنی اینا اصلش در قرآن هست، یعنی دعاها اجازت است. اگر امکانیت باشد همشه گویید خوب است.